نجنبد هیچ جنبنده سیزی یک سو تا که نخواهد جنباننده او. که شاه از پیش خود شاه از کجا شد، کجا سائل ز پیش خود گدا شد. این پاشوره میگه کی کرد؟ الله میکنش. این گداها را میگه کی کرد؟ اینام الله میکند. ایو نبرار ولی کم بغل بینی تجیج میکنی، ولی کم بغل بینی پلداری خدا خود کروتای پشته میگردونی. روز قیامت خداوند وعده میکند در سوره توبه پلدارایی که پگر زکات نمیتی میگن همون پول تا در نار دوزخ علاوش میتسبونم، در پیشانی در دلت در دمگت زیر میکنم، مثل گوه مستقم میکنی همچنان زیرت میکنم. مفسر برای چی خدا پیشونی و دل و دمگه گفت؟ وقتی میگه پولدار کم بغل بینه میگه پیشونش جیج میکنه، یک جا اومدی بدبخت. وقتی که میگه بدلش بعدش میبیند میگه در دلت زیر میکنه. چو دمگرد نمیگه پیشه میگرد، باید گذشته بروه. باید که مسلمان نوازش چی باشد؟ کم بغل باشد. اگر نقاش نکار سیریشته بدان را در اینجا کی نوشته. اگر یادمای نماز خونی ما و شما خوب خدا کراشه این بدها کی کرد؟ همه در حکم تقدیرش دواند، به هر سویه که میخواند رواند. این تقدیرات تای اگر در تقدیرات به ایمانی باشد مثل برسیسا ایمان تمیتی. ایدانی برسیسا کی بود؟ برسیسا یک انسانی بود که 400 سال طاعت عبادت کرده است. حتی عوض عبادتش در آسمان پرواز میکرد مثل پرنده ها. 60,000 مرید داشت، یاردمچی داشت، شاگرد داشت. وقتی که فرشته ها تعجب کردن گفتن که خداوندا این برسیسا را همین خیلی علمش داده که در آسمان پرواز داره. خداوند فرشته ها را که ای فرشته ها شما نمیدونم من میدونم این برسیسا در دم مردنش با توفیل یک قده عرق به ایمان میدوه. شیطان ها پیش میبرمدن بالای آسمان گوش میکردن. امروز شیطان ها را الله سبحانه و تعالی به نور ستاره میسوزش. امروز سوره خدا خواهد ملک خان انشاءالله خدا خواهد میگن ما چیکار کردیم؟ ستاره ها را میگن رجوم للشیاطین، ما برای شیطان ها سنگ پارش کردیم. امروز بور بدن پیش میبرمد. وقتی که شیطان میشنم میگه اجل این در دستی من است کن. بعد میآید پیش برسیسا. عالم خدا خواهد در دوره های خدا خواهد پیش اسلام گذشتگی است. میآید به یک صورت چی؟ عبادت کننده. بسیار انسانی خوب میآید میگه برسیسا که چیکار میکند؟ میگه اجازت باشد یک دو روزک من طاعت عبادت کنم. خیلی بادا میگه بیا. ولی ما شما خدا خواهد جوره اگر ایمانداری داشته باشیم نماز خوان داشتیم چیکار میکنیم؟ جانمون متیه میشه ان شاء الله خدا. تلاسمی هی گفت برادر بیا، گفت 3 روز شیطان نخوردن نخوابیده طاعت عبادت میکنه. 3 روز نه خواب میراد نه میخرد نه دم میگیرد. این برسیسا در عقیب شده تعجب میکند. خداوندا میگه و ما هم الحمدلله عالم هستیم آخی. اما با میخریم دم میگیریم، این نه بیچاره میخرد نه می آشامه. 3 روز بعد سلام داد السلام علیکم و رحمت الله. گفت تو بشیش. گفت برادر رسا خوب عبادت کردی، این عبادت از کجا یافتی؟ گفت من یک گناه کرده هستم، از همین میترسم که الله آیا منو میبخشیده باشد نه. گفت همون گناه را گفت بگو. گفت منم کنم از این دفعه دیگه نخرم دیگه خواب ندم. گفت آدم کش. گفت این گناه های خداوند القاتل و المقتول فی النار نباشد. گفتن زنا کن. خدا گفت استعیذ بالله ولا تقربوا الی الزنا. گفتم خود با زنا نزدیکی نکنه. گفت نباشم. گفتم یک پیاله یک عرق خور، همین عرق هم میخری خدا خواهد ان شاء الله. میگه فلان کشلاق میره عرق فروشه. بعد میره همجا عرق میخره مست میشه. گشته اومده مثل که یک زنی صاحب جمال میبینه، چون که عرق شهوت بیدار میکند، شهوت زیاد میکند. میدرد با او زن زنا میکند که یک بار شوهرش از کوچه میآید. برای که سیرم نبرد گفته خسته او شوهر میکشد. کشتن بعد ملعونی شیطان دیده میره پیش پاشو میگه فلان آدم هم اجا رسوا کرده الان جشته. خلق میگن قرار میکنن میارنش بیچاره را برای عرق خوردگیش 80 دلار میزننش، برای زنا کردنش 80 کمچین دیگه میزننش، برای آدم کشتنش میگه دردار کشش.
و نزدیدار میارنش، اما جاکش بستگی با شیطانی ملعونی مرجومی مردود میآید. میگه ای بنده خدا میخوای خلاص شه؟ میگه خلاص کنم. هو میگه هم من سجده که میگه خلاص میکنم. میگه خب من نمیتونم سجده کردم، اما جان بستگی همین بس اشاره هم کنی میشه. اشاره کرد و 400 سالی نه طاعت عبادت بیکار کرد. برادران من، ما ظاهری ما بهانتیم، ظاهری نآید بکار، باطنی مبارا از غبار. ما دائم الایمان بین الخوف و الرجا، دائم گریستگر ترسیدگر که آخری کلامم آیا لا اله الا الله میشه همین نمی. من آخر کلام لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که آخرین کلمه آخرین نفسهای زیرینش به لا اله الا الله میبراید جنت میره برادر. اگر نبرایه افسوس. آخرین کلمش تمامی بزرگای اسلام از خاتمه میترسیدن میگریستیدن که آیا خاتمه من چی میشه؟ کی میداند؟ کدام شما حجت داری که جنت میروی؟ داریم؟ حجت نداریم. کدام ما دوزخ میریم؟ حجت نداریم. فقط این الله میدونه. لیکن چی داریم ما؟ امید داریم انشاءالله خدا خواهد. ما از رحمت خدا امید داریم. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا میگه از رحمت ما ناامید نشو، بنده کن، نمازک تخون، عبادت تکن، رای خوب گیر، از دست یگان کس آزار نکشد انشاءالله خدا خواهد پگه جنت میدرارمت. لیکن الله میدوند. برامین حضرت مولا در آخر دوامش میگه که بخاری هم سوی کافر مبینیم مبادا که فروزد شمع دینی. میگه طرف کافر هم بچهش میباد نبی که اگر خدا بخواهش در یک شب عالم میشه.